دکلماتور است. خیلی شروع دیگه بخیر. خوب یک شعر برام بگو. کدام شعر بخونم؟ همین هر کدامش خوب خوانده میتونم. پدری با پسری بخونم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف از آن عمر که ای بی سر پا در پی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شوکت بالایی یافت، حاکم شهر شد صاحب زهر. چند روز بگذشت پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمد و از راه دراز نزد حاکم شد بشناخت پسر. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جامم بنگر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت و این نکته بیرون شد از در. من که نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر.